سلام. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت ساکنین سیاره زمین. از نقطه صفر مرزی دارم باهاتون صحبت میکنم. انشالله اوقات بکام باشه. بچه ها این روزا شکرگزاری زیاد بکنید تا میتونین شکرگزاری کنید. شکرگزاری شما رو میاره توی لحظه حال. یعنی وقتی شکرگزاری میکنید به جای دیگه فکر نمی کنید. سعی کنید تمرکز همه چیز روی شکرگزاری باشه. من چند تا ویدیو آپلود کردم ولی خب بهم اجازه ندادن که توی یوتیوب بذارم. مثل کوچولویی که قشنگ میاد اینجا میخوابه. مال ما نیست. نمیدونم مالی که میاد همینجا غذاشو میدین همینجا میخوابه طفل. خب دوستان عزیزم، ببینید از فردا میخوام بگم که یه حرکتی هست به نام حرکت گردنیه. یعنی جایی که انرژی از کندالینی وقتی میاد بالا اونجا گیر میکنه. نگاه وقتی گردن اینجوری این ور کنین قشنگ صدا خرش خرشش میاد. اونو من بهتون میگم چیکار کنین چیکار نکنین که آزاد باشه. و مدیتیشن، روزی نیم ساعت مدیتیشن یادتون نره. مهمترین چیز مدیتیشنه. باید اون صدا رو خفه کنی. ببخشید اون صدا رو باید ساکتش کنی. اونم تویی، کسی نیست، اصلا چیزی نیست، چیزی وجود نداره. من فقط همینجوری میتونم واسهتون فیلم بگیرم چون جای دیدنی اینجا نداره. یه روستاست. حالا بتونم بیرون برم واسهتون میگیرم که ببینید مثلا اینجا چه جور جاییه. آگاهی خیلی درد داره، خیلی. یعنی بخوای وقت بذاری واسه بیداری باید تنها باشی. نه اینکه خانوادت ول کنی، نه، تنها باشی، از انرژی خارها دوری کنی. ورودیات ببند، هرچی میگن یعنی نشنو، خودتو بزن به شنیدن. من در گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت. اینو موقعی میگه که ساکت باشی. فهمی چی شو گلم؟ این اینجوری کار میکنه. جهان هستی قوانین خاص خودشو داره و شما باید بهش کاملا اطمینان پیدا کنی. مثل 3 ماه زمستون تابستون اینا نگاه قانون داره. ببینید وقتی ما مثلا یه لامپ روشن میکنیم همه پشه ها میرزن دورش. اونا فکر میکنن اون نور است. اون نوری که واقع است کلا اونا فکر میکنن اونه، وگرنه چرا میرن دورش؟ یا پروانه چرا دورش هم میره؟ فکر میکنن اون عشق است. نور عشق خالصه. فقط خدا کنه من این ویدیو میگیرم آپلود بشه و بتونم واسهتون بذارمش توی یوتیوب. فقط خواهشی که ازتون دارم اینه که دوستاتون معرفی کنید چنلمونو، بذارید آگاهی پخش بشه. هنوز خیلی چیزایی هست که باید بهتون بگم. من دوست داشتم کراکی بود، یعنی شب و روز کراک میزد. بعد من یه روز تو خیابون میدیدم گفتم تو شاید عوض شدی، چی شده اینجوری اینا. چند تا کتاب من داد، گفت من این کتاب رو خوندم و اینا زندگی من عوض کرده. وقتی من نگاه کردم دیدم این آدم بیداره، این آدمه کلن مثلا نیست نیست در جهان. فکرشو بکنی وقتی بیداری میاد نه پول واسط مهمه، نمیدونم هیچ چیز واسط مهم نیست. اگه یادتون باشه موقعی که زلیخا جوون شد، حضرت یوسف پرده رو انداخت و مثلا به حسابون به حکم الله جوون شد، چرا دیگه یوسف ها نخواست؟ چون وصل شد.
اون وصل شد به خود خداوند، منبع اصلی. پس سعی کنیم بچه ها قضاوت، کینه، خشم از هر کی داریم بذارین کنار. اینا شما رو پایین نگه می‌داره تو بعد 1 و 2 و 3 که همش پر درد و رنج و اینجور چیزاست. دوری کنید از افراد صمیمی. سعی کنید یک چند وقت تنها باشید، تو خونه مثلا صحبت کمتر بکنید، برید توی اتاقی آروم ساکت، هدفوناتون رو بزنید، مانترا بذارید واسه خودتون، مانتراهای چاکراها رو گوش بدید. من خودم چیز میکنم، اگه شد مانترا رو واسهتون میگیرم میذارم توی چنلمون که گوش بدین. البته اگه اینو بذارن، من نمیدونم چرا 2 تا ویدیو من گرفته بودم اینا نذاشتن آپلود بشه. انشالله خیر بوده، حتما جان هستی نخواسته. هیچ چیزی اشتباه نیست. نگاه تو در هر نقطه‌ای که الان نیستی اشتباه نیست. و اگه داری صدای منو میشنوی یعنی وقتش بوده که تو الان صدای منو بشنوی و به خودت بیای. خداوند پشت و پناهتون باشه. از خداوند براتون همیشه بهترینا رو میخوام. همین. چیزا زیادی هست که باید بهتون بگم ولی یواش یواش، اصلا عجله نکنید. ولی این حرکت گردنی واقعا لازمه. بعدی ها نشستی تو مدیتیشن میبینی یه چیزی تو رو میکشه عقب. اون انرژی هست، میخواد هی بیاد بالا، یا پیشونیت گزگز میکنه، یا مثلا جلو سینت گزگز میکنه، میگه خدای من چمه، این چیه در من؟ اون کودک درونته. و یکی هم این که حموم آب نمک برین، تا میتونین حموم آب نمک برین، هفته 1 بار 2 بار یا 2 هفته 1 بار. ارزم به حضورتون که توی غذاتون سرکه سیب استفاده کنید، نه زیاده، کم، یه قاشق مربا بخوری کافیه. بعد صبح اگه میتونین دارچین و زنجبیل اینا، چای سیاه اصلا نخورین، فقط چای سبز. میدونین چای سیاه چرا میگن نخورین؟ این میدونین حرفش چیه؟ موقعی که چای سیاه میکنن سمپاشی میکنن، موقعی هم که سمپاشی میکنن اون سما هستش اونو میشینه روی اینا رو هم جمع میکنن، خشک نمیشورن که همینجوری واسه ما بسته بندی میکنن، این میشه سرطان زا. اصل موضوعش من از دوست هندیم پرسیدم، گفتش اینجوری. خیلی خوب، وقت رو نمیگیرم، سعی میکنم ویدیو بیشتری بذارم، سعی میکنم بیشتر کمکتون کنم. یه دوست از ته ایران، از سر یه مرز که هیچ کس باورش نمیشه که آدم بیداری باشه. من نمیگم بیدارم ها، هیچ کی بیدار نیست. هر کی میگه بیداره الکی میگه من بیدارم، تو توهم بیداریه. ولی خب من از این نقطه به همتون سلام میکنم و امیدوارم که شما هم به نقطه وصل برسید. آمین یا رب العالمین.